به بیننده‌های عزیز تلویزیونی عزیز آقای شبخیز که لطف کردن این فرصت به ما دادن که این مصاحبه رو داشته باشیم در تلویزیون ایران. به هر حال مرسی حمید جان. من خیلی خوشحالم که هنگام جان امسال در کنار شما خواننده نازنین و گل که هم ماشاءالله صدای قشنگی داری، هم شخصیت بی‌نظیری داری. من دورادور البته your fan. با هم برنامه اجرا می‌کنیم. امسال یک سالونی هست به اسم ورتیگو که برند نیوه و من اتفاقا ویدیوم اونجا گرفتم. واو. و این خیلی استاندارد فوق‌العاده‌ای درست کردن مثل هتل‌های لاس وگاس و همه چیش مدرن و زیبا و به هر حال وقتی کوجی گفت شما هستین و مهسا جونم هست من خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که این برنامه همه چیش به خوبی پیش بره. انشالله. The countdown for New Year's Eve celebration, a new year, a new place. Vertigo. Celebrate your New Year's Eve at the brand new Vertigo with Nusha Farin, Mahsa, and Hengame. Experience the difference. The most prestigious, luxurious, and elegant banquet hall in the heart of Glendale. The White Ballroom. The Black Banquet Hall. Nusha Farin, Mahsa, and Hengame. With some of the best Armenian DJs. Experience the difference. این تجربه رو نوشا فرین جان با بچه‌هایی که این به هر حال این برنامه رو گذاشتن قبلا این تجربه رو داشتم. بسیار شب خوب و دوست داشتنی و پرشور و بعد تعریفش شنیدم. ولی امسال یه خوبی که داره فرقش با فرق چیزای دیگه اینه که امسال ما همه 3 تا خانم هستیم و این خودش یک مزیه رولوشن واقعا یه انقلاب تو مارکت ما به خاطر اینکه مارکت ما خیلی متاسفانه مردونه شده ولی خب از اونجایی که همیشه دوست داره کارهای نو انجام بده و نوآوری بکنه اینی که از ما 3 نفر دعوت کرده که در کنار هم باشیم. من که خیلی خوشحالم. I'm a feminist. نه حالا من خیلی فمینیست نیستم ولی منم فکر میکنم به هر حال مردم همیشه دوست دارن خواننده های زن رو به هر حال دوست دارن. بله. حالا با احترام به همه آقایون خواننده های بسیار خوب داریم ولی به هر حال یه شبیه برنامه‌های مختلفی هم هست ولی یه شبیه که قرار دور همدیگه باشیم و 3 تا خانم برنامه اجرا بکنن. یه چیز متفاوت و این سالن ورتیگو من البته نبودم ولی اونجوری که شما میگین یه سالن بسیار زیباست و خیلی لوکیشن خیلی خوبی داره. درست روبروی هیلتون و شما خودت بودی دیگه. هیلتون و برند واقع شده تو در گلنوکس exactly opposite هیلتونه ولی یعنی کسی نمیتونه گم بکنه. 100%. The countdown for New Year's Eve celebration, a new year, a new place. Vertigo. Celebrate your New Year's Eve at the brand new Vertigo with Nusha Farin, Mahsa, and Hengame. Experience the difference. The most prestigious, luxurious, and elegant banquet hall in the heart of Glendale. The White Ballroom. The Black Banquet Hall. Nusha Farin, Mahsa, and Hengame. With some of the best Armenian DJs. Experience the difference. ما همونجور که میدونید ارامنه طریقه پذیراییشون عروسی‌ها و این برنامه‌هاشون که رفته باشی طریقه پذیراییشون یه جوریه که همون جوری که اونجا نشستی از تو پذیرایی میشه با فول اپتایزر فول درینک and food and everything. این خودش یه مزیتی نسبت به برنامه‌های به هر حال ایرانی‌ها. من این استایل
استایل ارمنی‌ها رو خیلی دوست دارم. صحبت ارمنی که میشه، من خودم چون خب خواننده قدیمی هم هستم در زمان قبل از انقلاب، واقعا ارامنه بیشتر از هر کسی موسیقی رو، خواننده رو ساپورت میکنن. من خودم چندین بار الکس تیاتر برنامه داشتم که واقعا همیشه منو خجالت دادن. بسیار موسیقی رو دوست دارن، موسیقی رو خوب میشناسن. بله. شما هم که اینجا بودین هر سال ماشاءالله میدونم که خیلی دوستتون دارن. شما نازنین هستین. بسیار. اولا منم همونجور، البته اینجا قرار نیست که اصلا هندونه و هندی قرض بدیم، فقط یه برنامه بود ولی که خواستیم صحبت بکنیم، ولی واقعا من میدونم، اینو مطمئن هستم که همه مردم بسیار شخصیت شما رو دوست دارن، صدای نازنین دوست دارن. به هر حال اون تجربه و اون بک‌گراندی که شما داری، به هر حال کسایی که تازه میان تو این کار، اون باید اون سال طی بشه، چه بخوان چه نخوان باید اون مرحله رو بگذرونن. The countdown for New Year's Eve celebration. A new year, a new place. Vertigo. Celebrate your New Year's Eve at the brand new Vertigo with Nusha Farin, Mahsa, and Hengame. Experience the difference. The most prestigious, luxurious, and elegant banquet hall in the heart of Glendale, the White Ballroom. The Black Banquet Hall, Shafarin, Mahsa, and Hengame, with some of the best Armenian DJs. Experience the difference. اینجوری که من شنیدم یعنی 100% هست. درینک تمام شب درینک مجانیه و میارن رو میزا سرو میکنن. بچه‌ها برای بچه‌ها فریه و شنیدم که، یعنی میدونم که، میگم شنیدم، میدونم که تیکت ها هم دلیور میکنن اگر زنگ بزنن برای تیکت. من اینو نمیدونستم که تیکت ها اگر که قرار باشه. ولی من یه توصیه دارم، اونایی که یه ذره بچه‌های خیلی کوچولو دارین، اونا رو نیارین که به هر حال بتونین هم درینک بخورین، هم برقصین، هم یه شب خوبی رو داشته باشین که اون بچه کوچولوهاتون هم به هر حال اذیت نشن. ولی به هر حال مثل که یه جایی تهیه شده برای بچه‌ها که بتونن اونجا بازی بکنن، بالاخره تو دست پای پدر مادرها زیاد نگردن. خلاص همه این جوانب قراره در نظر گرفته شده. و از همه مهمتر اینی که ما سه تا خواننده خانوم هممون از کانادا داریم میایم. یه بچه مشترک دیگه. فکر کنم خطه کانادا یه ذره با هنر و یا هنرمندا خیلی دوست داشتن که برن. هم مارکت امریکایی هم اگه نگاه کنی بیشتر خواننده‌های موفقی که در مارکت امریکایی هستن همه از کانادا آمدن، مثل خانم سلین دیون، مثل جاستین بیبر، خیلی چیزا. ولی من امروز شنیدم یکی از این خواننده‌های جدیدم که اسمش رو یادم رفته، خانم، یه دختر خانومیه، هیلاری سویفت، اونم مال کاناداست. به هر حال خواننده‌ها همشون هنرمندن. دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون. گلهام گل آفتاب گردون، میترسه دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی، لیلا رو نگیر از مجنون.